زمان گذشته کامل استمراری یا past perfect continuous. توی این ویدیو قراره یه سری نکات ساده و بیسیک از همین زمانی که همین الان بهتون گفتم با هم دیگه بهش اشاره کنیم و مثل همیشه اول از همه میریم سراغ structure یا ساختار این زمان. Subject plus had plus been plus verb plus ing. برای مثال I had been working. He had been working. دوباره برای منفی کردن و سوالی کردن این زمان باید از فعل‌های کمکی استفاده کنیم. من این موضوع فکر کنم توی همه ویدیوها تکرار کردم. فعل کمکی ما اینجا چیه؟ had. For example, had he been working? No, he hadn't been working. برای سوالی کردن had میاریم اول جمله و جاشو با subject عوض میکنیم و برای منفی کردن باید یه not بیاریم بعد از had یا had رو به صورت hadn't بنویسیم. حالا بریم سراغ اصل قضیه. کاربرد past perfect continuous میتونیم کجاها استفادهش کنیم؟ این زمان هم دقیقاً مثل زمان گذشته کامل قبل از گذشته ساده رخ داده. یعنی یه عملی قبل از گذشته ساده، مثلا این گذشته ساده باشه، این گذشته کامله که رخ داده تموم شده. حالا گذشته کامل استمراری به این صورته که دوباره قبل از گذشته ساده انجام شده ولی توی یه مدت زمانی، یه period of time که اصولاً هم یه مدت زمان طولانی هستش. For example, he had been working in this factory for 10 years before he died. او قبل از اینکه بمیره به مدت 10 سال توی این کارخونه کار کرده بود. نشونه هاش هم تقریبا مثل همون past perfect هستش. نشونه اول before و when. کلمه before رو دقیقا مثل past perfect باید ازش استفاده کنیم. یعنی قبل از before میاد past perfect continuous استفاده میشه و بعد از before یه جمله حال ساده. لاک کردی؟ For example, she had been studying for 3 hours before she went out. میگه چی؟ میگه او به مدت 3 ساعت درس خونده بود قبل از اینکه بره بیرون. حالا اینجا اگه توجه کرده باشید بعد از before she went out میشه simple past یا گذشته ساده و قبل از before گذشته کامل استمراری رو برای ما آورده که دوباره این before داره به ما نشون میده که قبل از اینکه بره بیرون یه اتفاقی، یه عملی رو انجام داده و اون عملی که انجام داده past perfect continuous hastش. عبارت at that time به همراه for. For example, at that time they had been living in my flat for 4 years. در آن زمان 4 سال بود که آنها در آپارتمان من زندگی می کردن. اگه توجه کرده باشید بعد از for یه طول زمانی رو باید بیاریم و at that time هم که اول جمله است. بین این دوتا باید حال کامل استمراری رو بیاریم. الان شاید با خودتون بگید که این جمله اصلا معنی مثل جمله‌های قبلی رو به ما نمیداد، ولی اگه بیشتر توجه کنید میگه که توی اون زمان منظور یه زمان گذشته یه دیگه. میگه اونا 4 سال بود که توی آپارتمان من زندگی میکردن. یعنی توی اون زمان 4 سال قبلش 4 سال بود که داشتن با من توی آپارتمان هم زندگی میکردن. یعنی اون زمان داره اشاره میکنه، درسته، داره به اون زمان اشاره میکنه، به گذشته ساده داره اشاره میکنه، ولی داره در اصل اون period of time یا یه بازه زمانی توی قبل از اون گذشته ساده اشاره میکنه. خب تا اینجا ویدیو تمام نکات بیسیک و پایه past perfect continuous رو من بهتون گفتم. این پلیلیستی که اینجا دارید میبینید تمام زمانهای انگلیسی رو توش اومدم به همین صورت به ساده ترین و بیسیک ترین راه ممکن توضیح دادم و بعد از این پلیلیست قراره که برم روی یه پلیلیست جداگونه کار کنم که به نکات ادوانس یا پیشرفته
تک تک زمانهای زبان انگلیسی میپردازم. تا ویدیوی بعدی، take care.